سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با درس دیگه از آموزش‌های اسکیز در خدمتتون هستیم. کاری که می‌خوایم امروز انجام بدیم شروع تمرینات احجام پایه هستش که با تمرین احجام پایه بر روی ساختار ایزومتریک کار رو شروع می‌کنیم. کاری که باید بفهمیم اینجا اول به این صورت هستش که ساختار ایزومتریک به چه ساختاری گفته میشه. کلاً به پرسپکتیو هایی که از گریز خارج هستن و به صورت موازی اتفاق میفتن اصطلاحاً پرسپکتیو های پارالل گفته میشه. پارالل پرسپکتیو هایی هستن که خطوط گریز رو دنبال نمی کنن و کاملاً موازی هم دیگه اتفاق میفتن. خب حالا ما تو ساختارهای پارالل انواع مختلف پرسپکتیو رو داریم. پرسپکتیو ایزومتریک هست، دیمتریک هست، آکسونومتریک هستش، پرسپکتیو های کاوادیر هستش و اینکه اوبلیک هست، بلند اوبلیک هست، نما اوبلیک هست. اما مختلف اینا رو داریم که البته تقریبا توی ساختارها دونستنش خیلی خوبه. همین که بدونید تمام ساختارها به این صورته که خطا با هم کامل موازیه کافیه و اینکه بیشتر سعی کنید متمرکز بشید به یکی از این الگوها و بتونید متدهای خودتون رو کارهای احجامی که میخواید انجام بدید رو تو اون ساختار انجام بدید. توی ساختار ایزومتریک اتفاقی که میفته این زاویه ها بین 30 تا 45 درجه میتونه باشه، یعنی یا 30 درجه است یا 45 درجه است. من معمولا تو ترسیمات خودم یه مقدار کمتر از زاویه 30 درجه ترسیم میکنم. حالا شاید به خودتون بگید زاویه پیدا کردن زاویه 30 درجه به چه صورت اتفاق میفته. اگر شما یک خط عمودی و یک خط افقی رو ترسیم بکنید، این قسمت رو به 3 قسمت تقسیم بکنید، عملا 3 تا زاویه 30 درجه برای شما به وجود میاره. پس یه 90 درجه رو تقسیم بر 3 کردید. کلی هم دقیق اتفاق نیفتاد. حالا در هر صورت این ساختار قرینش رو به این سمت این دوتا خط رو تشکیل میده و موازیش که ترسیم بشه ساختار مکعبمون اتفاق میفته. خب من دوباره انجام میدم این ساختار مکعب رو. خوب دقت کنید. یک خط 30 درجه، این خط وسط رو دارم، یه 30 درجه رو به بالا تا این نقطه بالایی همین قسمت، مجدد موازی این قسمت به این شکل، موازی این به این شکل. پس به همین راحتی مکعب سطح بالاش ترسیم شد. 3 تا خط یک اندازه عمودی ترسیم میکنم. این قسمت موازی کاملا، این قسمت کاملا موازی. همینطور که میبینید مکعب کاملا ترسیم شدش. اگر بخوایم راستاها رو برای خودمون دسته‌بندی بکنیم به این صورت، سمت راستی ها راستای ایکس ما هستن، سمت چپی ها راستای ایگرگ ما هستن و عمودی ها راستای زد. همونطور که اکثر نرم افزارهای معماری این راستارها رو با این فلش ها نمایش میدن، شما هم میتونید از همین ساختار استفاده بکنید که کاملا درک بکنید موضوع رو. حالا مسئله که اتفاق میفته به چه صورته؟ برای اولین تمرین پیشنهاد بهتون میکنم که حتما مکعب ها رو شروع بکنید به هاشور زدن. سطح چپ مکعب رو بالا به پایین و پایین به بالا. 2 تا راستای متفاوت من این کار رو انجام میدم. چرا این کار رو انجام میدم؟ به خاطر اینکه دستم باید عادت بکنه در 2 جهت مختلف عمودی بالا به پایین و پایین به بالا بتونه خط بکشه. قسمت سمت راست به چه صورته؟ سمت به این شکل، راست به چپ، چپ به راست شروع میکنم به هاشور زدن. پس من الان در 4 جهت مختلف میتونم ترسیمم رو انجام بدم. قسمت بالا به چه صورته؟ اون هم راست به چپ، چپ به راسته. اما وقتی اینکه این کار انجام بدید یه 10-15 درجه زاویه کاغذ رو بچرخونید، به خاطر اینکه دست توانایی اینو نداره که توی این حالت قرار بگیره. کمرتون باید خیلی چرخش ایجاد بشه و آسیب میرسونه به مهرهای کمر. پس یه مقدار بچرخونید، این قسمت هم راست به چپ و چپ به راست شروع میکنید به هاشور زدن. سعی بکنید حداقل توی زمانی که دارید تمرینات پایه رو انجام میدید این تمرین هاشورا رو زیاد انجام بدید، به خاطر اینکه دست باید به این زاویه های 30 درجه عادت بکنه موقع کار کردن. خب اتفاقی که میفته به این شکل انجام میشه. من هاشورا رو تکمیل میکنم.
سعی بکنید خیلی متراکم هاشور بزنید و اصلا عجله نداشته باشید در ترسیم کردن. من یه نکته اینجا باید خدمتتون بگم، اینکه خیلی از دوستان میان راجع به اسکیس تعریف غلطی رو دارن در آموزش که تعریف درستیه اما برداشت غلطیه. این که میگن اسکیس یک ترسیم سریع هستش. من یه نکته خدمتتون بگم. ببینید اون قهرمان 2 میدانی که در پیست مسابقات میدوه و اینکه به اون شدت داره ورزش میکنه یا هر ورزش دیگه‌ای، از روز اول با اون سرعت اصلا توانایی دویدن نداشته. شما تا زمانی که تمرینات پایه‌ایتون رو انجام ندادید اجازه ندارید اون سرعت رو بگیرید. این به مرور زمان اتفاق میفته. پس از روز اول تمرین ما تمرینات به اون شدت سرعتی نمیتونیم انجام بدیم. شما باید تمرینات پایه رو به مرور انجام بدید. به صورت کاملا طبیعی سرعت شما افزایش پیدا میکنه و میتونید خیلی راحت ترسیماتتون رو انجام بدید. خب بریم سراغ چند تا نکته بعدی. بریم یه مقدار بازشوها، برش زدن‌ها رو یاد بگیریم داخل مکعب‌ها. کاری که انجام میدم، مکعب بزرگتر ترسیم میکنم. به این صورت خوب دقت داشته باشید. ببینید همونطور که گفتم راستای سمت راست راستای X، راستای سمت چپ Y، راستای عمودی راستای Z هستش. هر سطح از 2 راستا تشکیل شده. سطح سمت راست X و Z، سمت چپ Y و Z و سطح بالا X و Y. برای اینکه روی سطحی چیزی ترسیم بکنید باید از راستای اون سطح استفاده کنید. یعنی من اینجا از راستای X و راستای Z استفاده میکنم که بتونم روی این سطح ترسیم انجام بدم. روی سطح بالا از راستای X و راستای Y استفاده میکنم. روی سطح سمت چپ از راستای Z و راستای Y استفاده میکنم. خب خوب دقت بکنید، هر سطح یک عمودی داره نسبت به خودش. اگر این سطح از X و Z تشکیل شده باشه عمود سطحش Y. اگر این سطح از Y و Z تشکیل شده باشه عمود سطحش X هستش و اگه سطح بالا از X و Y تشکیل شده باشه عمود سطح Z هستش. پس خوب دقت بکنید، عمود سطح اینجا Y، من موازی Y حرکت میکنم. عمود سطح اینجا Z هست، موازی Z حرکت میکنم و عمود سطح این قسمت X هستش. به همین راحتی من برش ها رو تونستم داخل احجام انجام بدم. حالا میتونم بر مبنای این هاشوری که اینجا یاد گرفتم در این قسمت شروع بکنم به هاشور زدن. من هاشور عمودی اینجا میزنم، میتونم رفت و برگشتی بزنم، میتونم یک طرفه بزنم. تمام سطوح دست چپ رو مثل این هاشور میزنم. من فقط تذکر بدم این هاشور صرفا جنبه تمرین خط داره. تمام سطوح سمت راست رو به این شکل در راستای X دارم هاشور میزنم. و همینطور که میبینید برش ما تکمیل شد. من توی مرحله بعدی میتونم این برش رو یه مقدار پیچیده تر بکنم. یعنی چی یه مقدار پیچیده تر؟ یعنی کاری که انجام میدیم یه مقدار برش ها ترکیبی تر انجام بشه. برای تمرینات پایه همیشه مکعب رو ترسیم بکنید و سعی بکنید هر ساختاری رو که میخواید در بیارید کاملا از روی مکعب اون ساختار در بیارید. ببینید من از راستای X و Z استفاده میکنم اما این دفعه به یک ترکیب متفاوت میخوام برسم. خوب دقت بکنید، من راستای X رو به این شکل حرکت میدم، با Z میام رو به پایین، با Z میام رو به پایین، دوباره راستای X حرکت میکنم و Z متصل میکنم. من دیگه مرحله بعدی نمیرم رو سطح دیگه، بخاطر اینکه یه ذره پیچیده است، میخوام همینجا قضیه رو حلش بکنیم. عمود سطح ما Y هستش، ما خیلی راحت موازی Y حرکت میکنیم، میریم به سمت Y. همونطور که میبینید خیلی راحت برش ما اتفاق افتاد. من کافی هاشورم رو بزنم که این سطوح مشخص بشه به چه صورت هستش.
به این صورت. عمودی هم اینجا رو هاشور میزنم. پس قسمت‌های برش خورده رو هاشور میزنم که بهتر مشخص بشه. میتونم به جای اینکه هاشور بزنم از رنگ استفاده بکنم که توی مراحل بعدی حتما این کارو انجام میدیم. میام این قسمت رو روی سقفش انجام میدم. میام از راستای X استفاده میکنم، از راستای Y استفاده میکنم. خوب دقت کنید. دوباره از راستای X استفاده میکنم، متصل میکنم و از راستای Z استفاده میکنم، عمودی ها رو بیارم پایین. خب این قسمت هاشورش عمودی موازی این سطح هستش، این قسمت هاشورش افقی به این سطح هستش و این قسمت هم هاشورش افقی رو به سمت چپ هستش. به همین راحتی برش ها انجام شدش. پس تونستیم یه برش متفاوت تر داخلش انجام بدیم. خب میخوایم یه نکته بسیار بسیار ساده رو آموزش بدیم اینجا، خیلی پرکاربرده. لطفا این تمرین رو کاملا انجام بدید، چون تو مراحل بعدی ما از همین تکنیک های ساده، احجام ساده شروع میخوایم بکنیم به ساختمان‌های ساده طراحی کردن و اینکه این ترفندها، این تکنیک ها خیلی میتونه کمک بکنه به شما که بتونید ساختارهای ترسیمتون رو توی اسکیساتون رعایت بکنید و بتونید به نتایج خیلی خوبی از این قضیه برسید. خب میریم سراغ قسمت بعدی. خوب دقت بکنید. من میخوام یاد بگیرم اینجا چطور پنجره بذارم داخل به اصطلاح همین مکعبام، همین برشام. چطور برخورد بکنم که بتونم یک پنجره یا یک بالکن یا تراس داخلش در نظر بگیرم. پس من مکعب رو ترسیم میکنم. مثل این قسمت میام سطح رو به این شکل انجام میدم، اما یه تفاوتی داره. ببینید من اینجا موازی ایگرگ هر چقدر دلم خواست رفتم به سمت داخل، اما اینجا فاصله رو رعایت میکنم، یه مقدار میرم سمت داخل. مجدد عمودی و به سمت X حرکت میکنم. حالا کاری که انجام میدم، پروفیل پنجره ها رو اینجا تقسیم بندیش رو انجام میدم. خب به ادامه ضبط میرسیم. من امروز ضبط رو در آفیس دارم انجام میدم، روز تعطیل هستش و اینکه حالا اتفاقی هم بچه اینجا آفیس تقریبا 24 ساعته بازه، یعنی هر کسی میتونه هر ساعتی بیاد اینجا و از فضا استفاده بکنه و کار بکنه. اینم خیلی نکته جالبی هستش. و یه چیز جالبی که اینجا اتفاق میفته این که در آفیس تقریبا هیچ قفلی نداره و 24 ساعت شبانه روز بدون اینکه حتی نگهبانی هم اینجا داشته باشه در کاملا باز هستش. خب بریم ادامه آموزشمون ببینیم به چه صورته. من این قسمت رو که انجام دادم میتونم با یه لکه رنگ اینو رنگ بکنم، میتونم یه هاشور 45 درجه‌ای اینجا بزنم و اینکه به حالت پنجره رو نمایش بدم به این صورت. خب پس شما حالت پنجره رو میتونید به این شکل نمایش بدید. در این قسمت من کاری که میخوام انجام بدم به این شکله که بیام یک بالکن در نظر بگیرم، یعنی عمق بیشتری رو در نظر بگیرم. ببینید به سمت X حرکت میکنیم بیشتر. در این انتها این قسمت اتفاق میفته. پروفیل پنجره رو ترسیم میکنم. در این قسمت جلویی یه خط اینجا ترسیم میکنم و 2 خط به راستای ایگرگ که جام پناه اینجا ترسیم بشه. یه ضخامت کوچیک هم میدم. حالا کاری که میتونم انجام بدم داخل پنجره ها رو یه هاشور مخصوص پنجره بزنیم و همین راحتی پنجره ها اتفاق میفته. پس خیلی راحت میتونید شما کاری که انجام میدید برش ها رو بزنید و شروع بکنید روی اینها پنجره در نظر گرفتن. این تمرین رو انجام بدید که ما تو سکشن بعدی راجع به احجام پایه دیگه با هم صحبت میکنیم، ادامه میدیم این مسیر رو و یواش یواش به مراحلی میرسیم که میتونیم با هم دیگه متد احجام رو بزنیم و اینکه ساختار حجمی اسکیس هامون رو بتونیم ازش در بیاریم. موفق باشید.